درود، حالتون چطور رفقا؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل جی پابجی. امروز اومدیم با یه برنامه 90 FPS به همراه آیپد ویو. پس قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و حتما یه کامنت انگلیسی بذارید تا حسابتون نپره و بریم سراغ ویدیو. Yeah, boy. پارش میکنم. بیا با پشمان بازی کن. بیا Help! Help! شعور اصلا نداری احمق بیشعور که اصلا بخوای با من حرف بزنی مردی که الاغ. خوبی مامانم. چی میخوری؟ چیپس میخوری؟
خب رفقا این بود از گیم پلیمون و بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب بچه برنامه مورد نیاز ما این برنامه است که داخل کانال تلگرام گذاشتم. لینک کانال تلگرام داخل دیسکریپشن یا توضیحات این ویدیو هست. روی 3 نقطه میزنیم و روی ذخیره در دانلود ها میایم بیرون و وارد این برنامه میشیم که این برنامه هم داخل کانال تلگرام گذاشتم. میتونید دانلود کنید. وارد برنامه میشیم و دنبال پوشه دانلود ها میگردیم. وقتی وارد پوشه دانلود هاشیم باید روی تلگرام ضربه بزنیم، وارد تلگرام بشیم و اینجا پوشه‌ای که در دانلود ها کردیم نمایش داده میشه. یه بار روش میزنیم و روی اکسترکت میزنیم. حالا اینجا از ما رمز میخواد که رمزش هم هست GGPUBG 2023. توجه داشته باشید که به حروف بزرگ بزنید. حالا روی اوکی میزنیم، استخراج میشه. روی یک بار روش که ضربه بزنید گزینه اینستال میذاره، روش که بزنید میتونید برنامه رو نصب کنید. صبر میکنیم تا نصب بشه. خب وقتی که نصب شد روی اوپن میزنیم و اینجا از همون یک دسترسی میخواد، روی آلو میزنیم و بهش دسترسی لازم رو میدیم. بهش اون بالا توجه داشته باشید روی ورژن بازیتون باشه، حالا گلوبال هست یا هر چی. و این گزینه‌های پایین 60 fps 90 fps آیپد ویو به علاوه 90 fps داره. حالا من روی آیپد ویو به علاوه 90 fps میزنم. روی گزینه سمت راستی میزنیم و وارد فایل ها میشیم. حالا اینجا این پایین روی اون آبیه میزنیم و بهش اجازه میدیم. بعدش میاره دوباره رو صفحه، دوباره رو همون آیپد ویو 90 fps میزنیم رو گزینه سمت راستی. ثبت میکنیم و لانچ گیم برامون نمایش داده شده و میتونیم وارد بازی بشیم. خب رفقا رسیدیم به آخر ویدیو. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. مثل همیشه اگه کانال ما رو ساب ندارید حتما ساب کنید چون ویدیوهای خفن و جذاب تری تو راه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارشون.